پشتی انجامدانا هلبجارتنین انجمن خوجهی لدفارا جزیره روجاوای کردستان دمها بوریدا رژیم ناوین سروکن انجمن خوجهی جدیرک تا حسکی راگ هاندن. جدرنا سر رژیم سوریه و لیستایک بناوی سروکن نونرین انجمن خوجهی لسر آستا هرما جزیره روجاوای کردستان بلاف کرن اف ناوی وانه. اندزیار عدنان عبدالکریم خاچو سروک انجمن باجار حسکی، سهیل عزیز رهاوی سروک انجمن باجار قامشلو، علی عواد الجرزی سروک انجمن باجار شداده، احمد حسن رمضان سروک انجمن باجار درگه، وجدی خطیب درویش سروک انجمن باجار عموده، عزیزه محمود شهاب سروک انجمن باجار دربسیه، جمعه محمد صالح سروک انجمن باجار سریکانیه. دمها ایلونا بوریده رژیم اسد هلبجارتنین ریوبریا خوجهی لدارخستن وکو یکمین هلبجارتن جدس پیکا شورشا سوریه و سالا 2011 کو هجمارا ناوندن هلبجارتنی لقامشلو حسکی گهشنا 707 ناونده. رگاندنا رژیم سوریه جناوین سروکن انجمن خوجهی لباجار و باجاروکن دورا جزیره روجاوای کردستان لدمکی دتین هفدمی لدوان وزیر دروی رژیم سوریه ولید المعلم کود بیجا ارمان جامع پشتی ادلبه دی روجلاتی چمی فراتی با او فدرالیت ردکه و بدجی دستور پسندکه. پارتیا پیده بریانها سه جوین لگر رژیم اسد لشامه کرن او جوین بری کفتنان بناف کر. لی رژیم تو اعتراف بفرمی بوان جوینان نکر.